بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. هناك ما درسي خضرة دوام بدهم از سه اصل از اون شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى میفرماید و دلیل قوله تعالى، یعنی دلیل هجرت گفته ایستاده است: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بألفاظ مختلفة. بله. و دلیل سخنی الله تعالی است. میفرماید معنای آیت: کسانی هستند که فرشتگان جانهاشون را میستانند، یعنی جان ویها را میگیرند در حالی که بر خویشتن ستم کرده بودند. از آنها میپرسند در چی کاری بودید؟ گویند ما در روی زمین مردمی بودیم ضعیف گشته. فرشتگان گویند آیا زمین الله پهناورد مبود که در آن مهاجرت کنید؟ یعنی که یک زمین الله گشاد نبود که شما هجرت کنید دینتان نگرفته روید. جایگاهی اینان جهنم است و چی سرانجامی بد است، مگر مردان و زنان و کودکانی ناتوانی که هیچ چاره نیابند. هیچ علاج هجرت کردن نمیتونن، زن آخر کودک، و به هیچ جا راه نبرند، یعنی راهش هم نمیدونن چه راهی هجرت کردن. باشد که الله عفوشان کنه. شاید که چنین کسان الله تعالی عفو کند که الله عفو کننده و آمرزنده است. نه. و قول الله تعالی است و دلیل سخنی الله تعالی است. دلیل دیگه هم آورده است: ای بندگان من که به من ایمان آورده، زمین من فراخ است، گشاد است، پس تنها مرا بپرستید، مرا عبادت کنید. امام بغوی رحمه الله چنین فرمود: سبب نزول این آیت درباره مسلمانان است که از مکه هنوز هجرت نکرده بودند و الله ایشان را به نام ایمان خطاب کرد. دیده ای مؤمنها گفته خطابشون کرده شده است. امام بغوی نامی اصلش کنیش ابو محمد، نامش الحسین ابن مسعود الفراء البغوی. فهمیدن؟ سال 516 وفات کرده است. سال 516 هجری وفات کرده است. ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی صاحبی تفسیر است. تفسیر او را ما شکر الله تمام کردیم و قریبی ها. و میفرماید و دلیل به هجرت از سنت سخنی او صلی الله علیه و آله و سلم: هجرت قطع نخواهد شد، یعنی بس نمی شود هجرت تا توبه قطع نگردد، تا توبه نیست نشود، و توبه قطع نخواهد شد تا آفتاب از مغربش طلوع نکند.
این حدیث امام احمد و ابو داود از حدیث معاویه تخریج کردگی بودیم. شیخ البانی نه حدیثی چه صحیح گفت است. خیال میکنم کفایت بکنم. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.